نازنین. من نازنین هستم و با یه مبحث جدید به نام فروش در آمازون همراهتون هستم. توی این بحث جدید میخوام کلاً راجع به فروش در آمازون از 0 تا 100 باهاتون صحبت کنم و تمام اصول و تریکایی که تا الان وجود داره رو براتون توضیح بدم. و اینکه واقعاً به صورت کاربردی بهتون آموزش بدم که چجوری میتونید از آمازون پول در بیارید. اگه این مطلب واقعا به دردتون میخوره و تونستید به صورت کاربردی ازش استفاده کنید، حتما ویدیوهای منو لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره. هممون آمازون رو میشناسیم، پس اینکه من بخوام آمازون رو دوباره معرفی کنم فکر میکنم که بی‌معنی باشه. هممون آمازون رو میشناسیم، هممون ازش خرید کردیم و حداقل یه بار تو زندگیمون سایتش رو نگاه کردیم و راجبش اطلاعات زیادی داریم. اما اینکه چجوری میتونیم تو آمازون فروش کنیم و چجوری میتونیم ازش پول در بیاریم ما هنوز خیلی‌ها نمیدونن و مبحث ما راجع به اینه که چجوری واقعا میتونیم به صورت کاربردی از آمازون پول در بیاریم. به صورت کلی 3 مدل تجارت توی آمازون داریم: پریوات لیبل، هولسیل و ریتیل اند آنلاین آربیتراژ. چه فروشیه؟ پریوات لیبل یعنی اینکه فروشنده خودش تولید کننده است. یعنی ما به عنوان فروشنده یا به صورت ابتکاری یه محصولی رو داریم که خودمون تولید میکنیم، یا میایم یه محصولی رو انتخاب میکنیم و به تولید کننده های خودمون میدیم تا اون محصول رو تولید کنن. و معمولا کسایی که این کار رو انجام میدن، این روش رو استفاده میکنن، میان کشورهایی که تولیدشون واسش ارزون در میاد، مثلا توی چین، توی آسیای شرق یه تولید کننده پیدا میکنن، محصول رو میدن به اونا تولید میکنن و میارن توی مارکت یه کشورهای دیگه‌ای برای فروش. مثلا توی چین تولید میکنن، میارن توی اروپا میفروشن یا توی آمریکا و کانادا میفروشن. به این میگن پریوات لیبل، که بعد اون لیبل یا مارک و برند محصول رو میتونن به اسم خودشون بزنن. روش هولسیل یا عمده فروشیه. توی این روش تو میای از یه برند مشهور یه محصولی رو انتخاب میکنی، به تعداد زیاد میخری و توی مارکت مورد نظرت میفروشی. در واقع اینجا یه تفاوت چشمگیری بین پریوات لیبل و هولسیل هست. اینکه در پریوات لیبل تو میای یه محصولی رو به اسم و نام برند خودت تولید میکنی و تو بازار میفروشی. یعنی در واقع از اول باید کارهای تبلیغاتیشو به نام برند خودت انجام بدی، هزینه‌اشو پرداخت کنی تا اون مارکتی که برند تو رو میخره بشناسه و جا بیفته. ولی در عمده فروشی در واقع تو میای یه محصولی رو از یه برند شناخته شده میخری که قبلا کارهای تبلیغاتیشو انجام دادن و بازار اون کشوره که میخوای توش مارکتینگ رو انجام بدی، از قبل اون محصول رو میشناسن و کارت خیلی راحت تره. ولی خب سودی که تو توی پریوات لیبل میکنی میتونه خیلی بیشتر باشه از سودی که توی هولسیل میکنی. دوم روش ریتیل اند آنلاین آربیتراژ، که توی این روش تو میای محصولاتی که محبوبن، برندهای خوبی که هستن و تخفیف میخورن و با قیمت مناسب میخری، خریداری میکنی و گرونتر توی بازار میفروشی. میدونی که برندهای خیلی خوب ماهیانه، سالیانه توی مناسبت‌های خاص تخفیف‌های خیلی خوبی میخورن و تو میتونی اینا رو در موقع خریداری کنی و توی آمازون بفروشی. توی آمازون میشه به روش دراپ شیپینگ هم محصولات رو فروخت و سودای خوبی به دست آورد که اینو بعداً به صورت مفصل به عنوان تحت عنوان دراپ شیپینگ در آمازون براتون توضیح میدم. بگم که توی روش ریتیل میتونید محصولات دست دوم هم بفروشید، مثلا کتابای دست دوم بفروشید. میدونید که صاحب آمازون کلا آمازون اینجوری شروع کرد که میومد کتابای دست دوم رو میفروخت توی این برنامه. توی آمازون میتونید یه برنامه هستش که مختص آمازون، محصولی که میخوایم بفروشین و به صورت هند سکند یا دست دوم اسکن میکنید اون بارکدشو و اگه اجازه فروش توی اون منطقه و توی مارکتی که هستین رو داشته باشید، اون وقت یه تاییدیه میگیرید و اون محصول رو میفروشید. که بعداً راجع به این که
این برنامه چیه و چجوری میتونید محصولات رو اسکن کنید و تاییدیه بگیرید که آیا میتونید اینو تو اون بازار بفروشید یا نه، یه مطلب جداگانه میذارم و کامل راجبش توضیح میدم. خب این ویدیو اولمون راجع به انواع تجارت توی آمازون بود: پریوات لیبل، هولسیل اند ریتیل اند آنلاین آربیتراژ، که سه تا روششون رو براتون توضیح دادم و تقریبا گفتم که چه تفاوتایی داره و توی ویدیوهای بعدی تک تک این روش ها رو به صورت کاربردی براتون توضیح میدم. البته توی آمازون دراپ شیپینگ هم میشه انجام داد که برای اون کلا یه ویدیو جداگانه میسازم و اینکه اگه سوالی داشتید، نظری داشتید، حتما کامنت کنید. خب دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی امیدوارم که سالم و سرپا باشید. خدافظ.